سلام قلبای من، حالتون چطوره؟ مدبری هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید. بعد ماها بدبختی ما برگشتیم به ویدیو گذاشتن و ادامه فعالیتمون. یه تسلیت به کل جامعه ایران، خانواده داغدار دیما، بچه های میناب. نمیخوام زیاد حالتون رو بد کنم. خب اینجا چی داریم؟ تو این مدت که نبودید داشتون یه آیپد گرفته، آیپد ایر 2026 که آنباکسش رو کردم اونجا تو همونجا. فقط خواستم که این لذت خوبی اصلا یادم رفتید صحبت کردم. این از آیپد 2026. اینو حتما یادتون باشه. این آیپد قبلیمه که یکم واسم قدیمی شده بود، تنوع دادم همراه قاب و گلس این چرت و پرتا. بریم که این صحنه زیبا که باز میکنه اینجوری. از خوبم برعکس گذاشتم فکر کنم. از این نگاه کن. صدا رو بگی. هارکوست آیپد اون روشنه، اصلا فابریک کارخونه ای روشن شده. به به، این از آیپدمون 2026 ایر M4 256 گیگ. امروز شنبه 21 خرداد 140 تومن. محتویاتش هم که این کارا بکنیم، ما این کارا بکنیم حال میده. بذار با این حال میده. بچه ها ویدیو رو حتما ببینید. یه اول دیگه ما رو بدید میدیم تا چی خوبی. سیمی میشم که داره بردم. جالب اینه سیماشون الان شدن تایپ سی، یعنی به اندروید، گوشی اندروید هم میخوره. یه آداپتور هم داخله خودش هم داره، فقط کلگی داره. یه دونه چیز میخواد، این سوراخ‌ها داره. خوبی. اینم شارژرش، اینم خود آیپد. رنگ بلور انتخاب کردم، سیلور دارم. یه دونه آیپد دارم شکسته دیگه، اون اصلا داغونه. بذار بیارمش نگاه کنید. این آیپدمون که ترکیده ناموسن و خاک روش نگاه. هنوز کار میکنن، یعنی کالاف مالاف همه چی اوکی، لمس همه چی فوق‌العاده، یعنی روون دیگه. در حد همینا که اینجوری کار میکنن همینجوری کار میکنن، فقط صفحه‌اش یکم شکسته دیگه. پوکونده ناموسن. اینجا تا چای دیش اینجا به این صورت. این صفحه نمایششه به صورت خیلی زیبا. هی سیری open up call off. کسکر open call of duty. هی سیری open call of duty. و شما شارژ گوشیم تموم شده، مجبورم اینجوری براتون ویدیو گیم پلی اینا رو همه رو اوکی میکنم، میذارم براتون، تست میگیرم ببینم چطوریه فلانه، بهتون حتما میگم. بریم که داشته باشیم. رود ما برگشتیم به آیپد جدید. بریم که داشته باشیم. خب اول وارد بخش تنظیمات میشیم، وارد بخش گرافیتی میشیم.
و تو آخر همه چی رو میبریم بالا. یعنی مکس، یعنی پشتیبانی میکنه از هر دو، هم فریم ریت و هم کوالیتی، هر دو مکس رو پشتیبانی میکنه. به 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 نازم. خب با نام و یاد خودش شروع میکنیم. استارت. به اگر پینگ یاد کنه ببین میزنم. بریم وارد ساحل زیبا ایمان بشیم. به 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 این کوالیتی. اینجا پایدیم. چه بال. بله با پینگ 199 با ایلان ماسک رقابت سنگینی داریم. به بسکو. به به این کوالیتی. واقعا نرمیش واقعا فوق‌العاده است. نرمی و اصلا همه چیش واقعا بی‌نظیر. اگر رای بکنه که داشت برو خداحافظ. نمیذاری دیگه برادر. میذار من گمانمو بکشم. خب ما برگشتیم به گیم پلیمون. الان صدا رو از ادیت دارید میشنوید. صدای لایوه. خود اینجا رو نگاه کن داشت. اومدم که بتازم. ببین حالا اول دیوایس عوض میکنه، یکم میدونی خوبی یکم تغییر مغییر میکنه. او آیپد من آیپد سری 9 بود، 2021 و اینجور فلان ملان 2021 اینا بود. 10.2 اینچ بود که الان سویچ کردم رو این شده 11 اینچ. تقریبا 1 اینچ بالاتره و این کم سنس منصاف. کلا میدونی دیوایس جدید کلا یه حال هوایی داره. میدونی بازی کردم الان یه روز نزدیک 2 روز، آره 2 روزه دارم بازی میکنم. داغینا که باید داغیش ببین در حد اون یکی آیپد من نیست. ببین اون یکی آیپد من واقعا داغ میکنه. آیپد اون سری 9 2021 واقعا داغ میکنه. باید حتما در کل باید اگر میخواید خیلی چیز میز میکنید باید یه دونه فن خنک کننده بگیرید که کار رو واسهتون جمع کنه دیگه. میدونی اینجوریه. و بهتون بگم که از لحاظ اجرای بازی و کیفیت و فلان اینا واقعا همه چیش اوکیه. یعنی من تا اینجا راضی بودم. اگر دوست دارید که بعد مثلا ماها یا سال دیگه همچنان ببینید اوکیه داره مثلا چیز میکنه حتما من بگید. بچه ها میدونی که یوتیوب هم دیگه خیلی وقت نبودیم داره کلا با ما ایرانی ها مشکل دارن دیگه. کلا البته خب حق هم دارن دیگه ناموسن. بعد یه لایک رو بزنید و کامنت هم بذارید دیگه خودتون دیگه برای وای داری از ما کامنت میگیری بعد این همه مدت. خیلی عشقید. خیلی دوستتون دارم. دلم واقعا تنگ شده بود. یعنی چیکار میکنم چیکار کنم اینترنت که دیگه نگم دیگه. برگشتم که دیگه تخمیه داشت. اینجا رو ببین دارم میزنم دیگه. بعد اینجا رو
دیگه زدم دیگه، بخور دیگه گاز.